السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز در جامعه ما و در مردم ما که طلاق زیاد می شود، علت در چی است؟ سبب در چی هست؟ یکم علت در این است که مردم در نسبت آبرو یک نفر دیگر به پروا شدگی هستند. این هم برمیگرده به سبب جهل که خیلی مردم از تعلیم دین و از شریعت خودشان بگیم خیلی بگیم که الکی به خبر ماندستند و بلو این کرده در نسبت یک خواهر یا در نسبت یک خانواده اهمیت نداده طلاق بسیار می شود و طلاق جایز هست. چخیلی که در حدیث آمده است که مثلا طلاق ابغض المباحات است و این مرادش نیست که این کار جایز نیست است، در حالت ضرورت جایز هست. یعنی که ضرور باشد انسان یک حالت ضرورت است که اون دیگر اون زن ناشیزه هست، بسیار سرکش هست و از حد اندازه به نصیحت و الله پاک در قرآن میگه وقتی که همین مشکل ها می شود یک کلانتر یا خوبتر بگیم یک با عقل با حکمت از خانواده زن بیاد و از خانواده مرد این مشکل را باید بین یک دیگرشان مصلحت کرده و این مشکل را از بین ببرند. با طلاق کردن سبکی نمیاد در حیات انسان و در همون جامعه. برعکس چند قدر که طلاق شید فرزندها مثلا که اگر فرزنددار باشد به تربیت پدر میموند و از این طرف که اگر پدرش بگیره به تربیت مادرش میموند، اگر دستی مادرش موند به تربیت پدرش میموند و فرزندها در این مابین بگیم در میانی بگیم پدر و مادر دیگر بسیار سختی ها را میبینن، مشکل هایی که بگیم بدایت کار و دیگر که هست رفته در جامعه فساد زیاد میشه. چند قدر زنک های مطلقه بسیار باشند و طلاق شدگی و در رحماندگی بسیار باشند، چند قدر فسادی و چند قدر پریشانی زیاد می شود و عذاب الهی در اون جامعه در اون مردم در اون قوم نازل می شود. به همون خاطر که هست طلاق جایز نیست در حالت مگر حالت هایی که ناچار من انسان دیگه راهش نیافت. دیگر که هست طلاق یکم مشکلی حیاتی ما را یکم بگیم که ما را خوشحال نمی سازد، مشکل ما را حل نمی کند. به همون خاطر گفتنی هستم فرزندها را و چی برادرها باشد چی خواهرها باشد چی مادرها باشد دیگر نفرهایی که ما میشناسیم باید اونها رو بفهمانیم که طلاق جایز نیست است، نباید طلاق کرد. بر هر یک مشکل های کوچک امروز که طلاق می شود و یک مشکل های می شود که امروز بعضی خبر میکنند که در جامعه ما مردم از مسئله های نکاح و طلاق و از مسئله های معاملات و اجاره و بیع و دیگر چیزها هم یک طرف گذاشتگی هم مشکلات خانه ویرانی هست. یعنی که میان من زن مسیح طلاق کردم چه خیل می شود و من 10 طلاق کردم چه خیل می شود، اگر این خیل کردم چه خیل می شود گفته. حتی میگد که بعضی اهل علم که دیگر مسئله های مردم همش یک طرف گذاشتگی همه در مسئله طلاق صحبت میکنن و امروز سببی که در هر خانواده نظر میکنی یک طلاق کرده شدگی هست. تقریبا در جامعه ما در بعضی خانه ها 2 طلاق کرده شدگی هست، 2 دختری که بگیم که شوهر دادن اونها طلاق شدن مثلا. این همش عاقبتش ناخوب هست، عاقبتش فسادی هست، عاقبتش عذاب الهی است و طلاق اصلا جایز نیست مگر حالت های ضرورت باشد. مثلا که الله پاک گفت که میخواهی که از همین عذاب و مشقت که دیگر راهی نشد یا اینکه اون زن دیگه در ظلم این مرد ایستادن نتوانست خلع میکند. یعنی که یک مرد بسیار ظالم هست که حقوق اون زن اون خواهر یعنی که پر پایمال میکند اون میتوند که خلع کند، یعنی که بگه هم صرف کردی بر من هم برمیگردونم مرا طلاق کن. این حالت های ضرورت میشود. یا اینکه اون زن بسیار ناشیزه هست، سرکش هست، از حدودش بگیم که برآمدگی هست، اون حالت میشود که اون طلاق کرد. اما به یک مشکل های بسیط به یک مشکل های ناچیز اون که امروز این مشکل باشد پس اون مشکل حل میشود باید صبر کرد. چی مثلا که در حق زن باشه چه در حق مرد باشه مشکل ها میگذرن. به هم خاطر در حال ما در فکر طلاق نباشیم که طلاق مشکل ما را حل نمیکند، اما دنیا و آخرت ما خراب میشود که وقتی ما به پرواهی کردیم ناجا اگر طلاق کردیم. اما در حالت ضرورت باشد اون دیگر حالت هست که مثلا مرد میخواهد که از این زن ناشیزه خلاص بخورد و زن از این مرد ظالم خلاص بخورد، این حالت ده جایز میشود. اما بدون سبب که سبب های عادی باشد، مثلا یک سبب های عادی مشکل های زندگی هست اون حالت طلاق میکنن، اینها کار خطا میکنن و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میگه لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه، که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میگه مؤمن کامل شده نمیتواند انسان که وقتی که برای برادرش اون چیزی که خودش دوست می‌داره برای برادرش دوست ندارد. اگر
امروز یگام نفر ما نمیخوایم که خواهرهای ما، اپاهای ما و خویشاوندای ما طلاق کرده شدگی باشن و در بدر باشن، فرزندان اونها یتیم باشن. ما نمیخوایم. در حق اون برادر دیگه هم خواستن به کار نیست. اون خواهرم که مثلا میخواد زندگی آباد داشته باشه، اون خانواده هم میخوان که دخترشون خوشبخت باشه، چرا طلاقش میکنی؟ اون بعضی مشکل هایی که از اونها میگذرن، یک گفته چی لحظه هیچی نشه، در یک ماه میگذرد، در یک روز میگذرد، بعضیش ساعتش میشد که اون از مشکل میبرن. الحمدلله به همون خاطر طلاق فکر نباید کرد. دیگه که طلاق شد دیگه فتوا گفته میگردن دیگه در بدر بعضی عالم ها. نمیشد که همه را پیش از اون که طلاق شد شما پیش یک عالم رفته در همین مثلا موضوع، در همین مسئله شما صحبت میکردید که اون عالم شما چی مشوره میداد. وقتی طلاق میشود دیگر خلاص دیگه که دارالافتای بگیم که دوشنبه میروند یا اینکه در خانه گامبولای میروند که اون مسئله سه طلاق را باید نکاح کنند بتد به اونها. دیگر هر چیزی که نباشد کوشش میکنن که اون فکر نمیکنن که اون در حقیقت طلاق کردگی از اون زن به او حرام هست یا که دیگر عاقبتش فکر میکنه. همین که الان یک کس باشه فتواش بتد خلاص. یعنی آشکار هست که سه طلاق شد دیگر نکاح کردن درست نیست. نزد یگام اهل سنت و جماعت درست نیست. اون بعضی قول های شوزی که امروز پیدا شده مردم با اون دلیل میگن، اون دلیل نیست اصلا. همه میدونیم، انیق میدونیم، همه ما چی گروهی نباشد، اگر چی شافعیش و مالکیش و حنفیش و سلفیش و صوفیش، کدام گروه هایی که نباشه، همون میدونیم که سه طلاق هست. اما وقتی که این مصیبت بالا ما میاد دیگه فتوا کویده دست میزنیم و هم مولایی که فتواشون اعتبار نیست، اونها مولاها هم نیستن، اونها هر فتوا رو فتوا میتونن از پیش خودشون پیش همونها میرویم. و همون خاطر علاج واقع پیش از وقوع که طلاق نباید کرد، آگاه باشید، طلاق نکنید. طلاق چون کاری جایز نیست. ابغض المباحات نبی صلی الله علیه و میگه عرش الهی میلرزد به لرز میدرید که این یک کار مهم و یک کاری که هست که شیطان میخواد که همین کاری که بجا بیارد بسیار شیطان راضی میشود از شیطانی که این کارو بجا میارد. یعنی که کلانتر شیطان ها خرسند میشه یکم شیطانی که یک خانواده رو ویران میکرده است. به خاطر چی؟ در پشت طلاق شدن مفسده های زیاد هست. اون زن ناعلاج اون گاهی میشه به فسادی دست میزند، به زنا. فرزندها بی تربیه میمونن، یک خانواده ویران میشود و دیگر که هست وقتی که این کارها حادثه هاشی بی تربیه بی اخلاق میمونه، فرزندها پریشانی بین فرزندها، بین پدر و مادر این طرف او طرف رفتن میگیرن و دیگر که هست همین کارها کشید عذاب الهی حتما میاد. مهمت چه شیطان ادا میکند. الله پاک از این وسوسه شیطان و از این کاری بد همه ما شما نگهبان باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.